سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع مدل‌های تریگونومتری آرگومنت‌هایشان یخ‌خیله را دیده می‌بریم. یعنی چطوری که ما گفته گذاشتیم آن مدل‌هایی که تغییر‌یابنده در علامت فونکسیون تریگونومتری موجودند مدل‌های تریگونومتری نامیده می‌شدند که مقصد اساسی این مدل‌ها یافتن تغییر‌یابنده x یعنی که عدد نامعلوم x از تحت فونکسیون‌های تریگونومتری میباشند و پیش از این موضوع ما با مفهوم‌های مدل تریگونومتری عادی‌ترین، حل خصوصی مدل تریگونومتری و غیرها شناس شده بودیم. امروز باشد ما آن مدل‌ها رو می‌بینیم که آرگومنت‌های یخ‌خیله داشته آنها از تنها یک فونکسیون تریگونومتری عبارتند. در مثال سه مدل‌های زیرین را دیده می‌بریم که در آنها آرگومنت‌هایشان یخ‌خیله و از یک فونکسیون تریگونومتری عبارتند. این گونه برای حل کردن این مدل‌ها ما تغییر‌یابنده نو را داخل کرده مدل‌ها را با مدل‌های الگبروی یعنی که با مدل‌های کвадрاتی، مدل‌های بی‌کвадрاتی، راسیونالی و غیرها می‌آوریم. شروع می‌کنیم از حل این مثال‌ها. یعنی طلب کرده می‌شود که مدل‌های زیرین حل کرده شود. در مثال یکم می‌بینیم که 2 سینوس کوادرات x مینوس 3 سینوس x جمع 1 برابر 0 است. برای حل این گونه مدل فرض می‌کنیم سینوس x برابر باشد به y که قیمت y باید قیمت آن از مدل خرد یا برابر 1 باشد. هنگام y خرد یا برابر 1 بودن این مدل معنا دارد. پس به جای سینوس x y را گذاشتن ما مدل کвадрاتی زیرین را حاصل میکنیم. یعنی 2 ضرب y کوادرات مینوس 3 ضرب y جمع 1 برابر 0 حاصل می شود که این مدل کвадрاتی می باشد. برای حل این مدل کвадрاتی دیسکریمینانت آن را میابیم. یعنی دیسکریمینانت مدل برابر است به مینوس 3 را به کوادرات برداریم 9 حاصل می شود. مینوس 4 را به عدد 2 ضرب میزنیم و به عدد 1 ضرب نموده حاصل میکنیم. یعنی 9 مینوس 8 برابر است به 1 که آن کلان از 0 بوده دارای دو ریشه های گوناگون دارد. یعنی در y یکم قید میکنیم 3 مینوس 1 تقسیم 4 برابر است به عدد 1 تقسیم 2. y دویم باشد برابر است به 3 جمع 1 تقسیم 4 این برابر است به 1. 1 تقسیم 2 و 1 خانه می سازد برای اون که این دو قیمت ها از مدل آنها از 1 خوردن. پس ما آنها رو به جای y گذاشته حل یگانه x را یافته می توانیم. یعنی در اول می نویسیم بگذار سینوس x برابر باشد با 1 تقسیم 2 موافق قاعده یعنی که موافق حل مدل تریگونومتری عادی‌ترین که در موضوع‌های پیشینه گفته گذاشته بودیم. یعنی x را هنگام یافتن موافق فرموله مینوس 1 نشان دهندش n ضرب arc سینوس 1 تقسیم 2 جمع پی n را حاصل میکنیم که در اینجا n تعلق دارد به عدد z تعلق دارد به عدد بوتون یا اینکه x برابر است در این حالت مینوس 1 نشان دهندش n ضرب arc سینوس 1 تقسیم 2 قیمت عددی آن به قیمت رادیانی پی تقسیم 6 برابر بوده جمع پی n می باشد که n قیمت تعلق دارد به عدد z. اکنون دویم حالت را دیده میبریم. هنگام سینوس x برابر 1 بودن این حالتی خصوصی می باشد. جواب این مدل را چنین نوشته ممکن است. یعنی x برابر به پی تقسیم 2 جمع 2 پی n. یعنی خیلی که از این مدل علاقه فهم شد مدل زیرین دو حال داشته است که یکی از آنها برابر است به x مینوس 1 نشان دهندش n پی تقسیم 6 جمع پی n که در اینجا n تعلق دارد به z و دیگری حل آن به x برابر پی تقسیم 2 جمع پی n که n تعلق دارد به z برابر است. اکنون مثال دوم را حل میکنیم که عیناً مثل مثال یکم به حساب میرود. یعنی شروع میکنیم به حل مثال دوم. در مثال دوم چنین آمده است
کوسینوس کوادرات x جمع 2 کوسینوس x مینوس 3 برابر 0. برای حل کردن این مدل ما تقریباً نو رو داخل میکنیم. یعنی بگذار کوسینوس x برابر باشد با y که در اینجا مدل y باید خرد یا برابر 1 باشد. این رو استفاده برده یعنی به جای کوسینوس x y رو میگذاریم و مدل کوادراتی رو حاصل میکنیم. در نتیجه y کوادرات جمع 2 ضرب y مینوس 3 برابر 0 حاصل می شود که این مدل کوادراتی آورده شده بوده. ریشهای این مدل موافقاً با واسطه تئورم وید یافته می شوند. یعنی y یکم در این حالت به مینوس 1 و y 2 برابر است به عدد 3. مدل کوادراتی آورده شده را موافقاً با واسطه تئورم وید می نویسیم. y 1 به مینوس 3 برابر است و y 2 به 1 برابر است. این دو قیمت ها رو به جای مدل از y میگذاریم. باید مدل از y خرد یا برابر 1 را تشکیل دهد. از بس که در حالت یکم مدل از مینوس 3 خرد یا برابر 1 نیست، پس این حل مدل شده نمیتواند. یعنی به جای تغییر بنده y ما عدد مینوس 3 را گذاشته حل آن را یافته نمیتوانیم. در حالت دوم باشد مدل از 1 خرد یا برابر 1 است، یعنی که 1 خرد یا برابر 1 می باشد قانع می سازد حل این نابرابری را. پس ما به جای y تغییر بنده 1 را گذاشته می توانیم. یعنی کوسینوس x برابر 1 است. این حالت خصوصی حل مدل تریگونومتری به حساب رفته. x همچون برابر می شود با کوسینوس 1 جمع 2pn، یعنی که 2pn که اون این قیمت قبول می کند تمام مجموع عددهای حقیقی که این حل مدل دوم به حساب می رود. اکنون خوانندگان عزیز شروع می کنیم با حل مدل سوم. خیلی که از این مدل می بینید مدل داده شده به نمود تانگنس کوادرات x مینوس 4 تانگنس x جمع 3 برابر 0 داده شده است. ما باید از اینجا عدد نامعلوم x رو یابیم که در تحت فونکسی تریگونومتری تانگنس واقع است. یعنی این مدلی با واسطه تغییر بنده ifade کرده حل کردن ممکن است و مدل رو به نمود مدل کوادراتی تبدیل میدیم. یعنی شروع میکنیم با حل این مدل. یعنی تانگنس کوادرات x مینوس 4 تانگنس x جمع 3 برابر 0 داده شده است. بگذار تانگنس x به y ifade یابد. یعنی هنگامی به جای تانگنس x y را گذاشتن ما مدل زیرین را حاصل میکنیم. y کوادرات مینوس 4y جمع 3 برابر 0. مدل حاصل شده مدل کوادراتی آورده شده. یعنی ریشهای اون را ما میتونیم با واسطه دیسکریمنت یابیم یا میتونیم با واسطه تئورم وید یک باره نویسیم. موافق تئورم وید ریشهای این مدل چنین می شود: 1 و y 2 به 3 برابر است. از بس که برای تانگنس x برابر y دلخواه قیمت شده میتواند، پس به جای y قیمت 1 را گذاشتن ممکن است و اینچنین قیمت 3 را گذاشتن ممکن است. برای آنکه ساحه معینی تانگنس x تمام عددهای تیر عددی را تشکیل میدهد. یعنی در یکم حالت می نویسیم بگذار تانگنس x برابر باشد به عدد 1. اکنون تغییر بنده x را موافق قاعده می نویسیم. یعنی ارکتانگنس 1 جمع pn که در اینجا n قبول میکند عددهای z رو، یا اینکه x برابر است و ارکتانگنس 1 قیمت آن به p تقسیم 4 جمع pn برابر است که n از z. یک مجموع حل رو ما پیدا کردیم. مجموع دیگری حل مدل رو چنین پیدا میکنیم. یعنی تانگنس x هنگامی به 3 برابر بودن x برابر می شود با ارکتانگنس 3 جمع pn که در اینجا n قبول میکند عددهای بطن رو. پس این مجموع دیگری حل این مدل به حساب می رود.
خوانندگان عزیز مثال چهارم را دیده میبراییم. در شرط مثال چهارم آمده است معادله تریگونومتری زیرین حل کرده شود. یعنی معادله زیرین به نمودی 3 ضرب کتانگنس کوادرات x مینوس 5 ضرب کتانگنس x مینوس 2 برابر 0 داده شده است. برای حل این معادله را با واسطه داخل نمودن تقریبانده نو به معادله کوادراتی میاریم و حل‌های آن را موافقاً میابیم. یعنی بگذار کتانگنس x با y برابر باشد. یعنی هنگامی کتانگنس x را با y ifade نمودن ما ساحه قیمت‌های آن را نشان میدیم که y تمام مجموع عددهای حقیقی می باشد. یعنی y از r تعلق دارد. این را به نوبت گرفته به جای کتانگنس x y را میگذاریم و معادله کوادراتی را حاصل میکنیم. در نتیجه 3 ضرب y کوادرات مینوس 5 ضرب y مینوس 2 برابر 0 حاصل می شود که این معادله کوادراتی پره را تشکیل میدهد. برای حل این معادله دیسکریمنانت آن را میابیم. یعنی دیسکریمنانت این معادله موافقاً برابر است به مینوس 5 در کوادرات مینوس 4 ضرب 3 ضرب مینوس 2. یا اینکه این برابر است به مینوس 5 را هنگامی به درجه 2 برداشتن عددی 25 حاصل می شود. مینوس را به مینوس ضرب کنیم عددی پلوس حاصل می شود. 3 ضرب 4 12 12 را به 2 ضرب کنیم عددی 24 حاصل می شود. 25 جمع 24 این به 49 برابر است که این به 7 کوادرات و یا کلان از 0 بوده. دو ریشه های گوناگونی حقیقی دارد که آنها را موافقاً چنین میابیم. y یکم برابر است با 5 مینوس 7 تقسیم 2 ضرب 3 عددی 6 حاصل می شود که این برابر است به مینوس 2 تقسیم 6 یا اینکه به مینوس 1 تقسیم 3 برابر است. y دویم باشد در این حالت 5 جمع 7 تقسیم 6 این برابر است به 12 تقسیم 6 این برابر است به عددی 2. این قیمت های یافته شده رو به جای تغییر بنده y گذاشته عددی نامعلوم x را از تحت اشاره کتانگنس میابیم. یعنی یکم حالت را دیده میبریم. کتانگنس x برابر است به مینوس 1 تقسیم 3. هنگام x را یافتن موافق قاعده چنین می نویسیم که کتانگنس مینوس 1 تقسیم 3 جمع پی n حاصل می شود که n قیمتی بتون را قبول می نماید. از بس که ارکتانگنس مینوس 1 تقسیم 3 داده شده است ما اون را چنین اشاره کرده می توانیم یا اینکه ifade کرده می توانیم پی مینوس ارکتانگنس 1 تقسیم 3 جمع پی n که در اینجا n تعلق دارد به عدد z که یکی از مجموع حل‌های معادله تریگونومتری داده شده به x1 برابر است. اکنون شروع میکنیم در حالت دوم رو نیز دیده میبریم. یعنی در حالت دوم باشد کتانگنس x به 2 برابر است. یعنی که هنگامی کتانگنس x به 2 برابر بودن قیمت x را موافقه از روی قاعده میابیم. یعنی x در این حالت برابر می شود به ارکتانگنس 2 جمع پی n که n در اینجا تعلق دارد به عدد z. از بس که ارکتانگنس 2 یا اینکه ارکتانگنس 1 تقسیم 3 در جدول بعضی قیمت های تریگونومتری واقع نیستند پس در جا اونها رو همچون مثال پیدا شده حل میگذاریم. پس گفته ممکن است که معادله داده شده زیرین دو مجموع حل داده شده است که یکی از آنها به x1 و دیگری به x2 برابر است. خوانندگان عزیز اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه و شما مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در اینجا دو سپارش پیشنهاد کرده می شود که شرط این دو سپارش مثال ها معادله ها را حل کنید. در سپارش یکم 4 معادله و در سپارش دوم نیز 4 معادله داده شده است که آنها را باید حل کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده سلامت باشید.